سلام دوستای نهایت عزیز گرامی، خوب هستین؟ صحتمندین؟ امیدوارم کجا که باشین خوش صحتمند باشین. همونطور که دیروز از بیکاری و بیروزگاری و وضعیت خراب مردم براتون تعریف کردم، قصه کردم، واقعیت است. و در ادامه همون قسمی که براتون قول داده بودم که از نمونه کارهای خود براتون ویدیو جور کرده میمانم. تعداد عکس‌ها، تعداد نمونه های کار بسیار زیاد است، ولی ما یک تعداد محدودی را براتون ویدیو جور کردیم. 0 تا 100 موتورخانه و مرکز گرمی ساختمان براتون در ادامه از این ویدیو سعی کنین. هر کسی که کار داره، همچون آدم مسلکی انجینیری با تجربه نیاز داره، ما در خدمتش هستیم. ناگفتن همون گپایی که دیروز ما در ویدیوی قبلی گفتم که کار نیست، مردم پیسه نداره، وضعیتشان خراب است. یک عده شاید در تمسخر بگیره او ایده که امروز دستش به دهنش میرسه و لقمه نان داره که بخوره. او گپایی که ما دیروز برش گفتیم، او رسما اینا مسخره فکر میکنه، ولی ایره کسایی درک میکنه که عیالش نان برای خوردن نداره، از صبح تا غروب تو کوچه و خیابون سرگردان میگرده دنبال کار. شب و شرمندگی اول که خانه رفتن نمیتونه، اگر خانه هم بره اون هم قصه ای که درست کردم اونم چیز است. مثل که من شنیدم یک عده میگفت که گفته که والا نجیب الله عباسی ویدیو مونده در دکان خود که قصه کرده گویا که وصیت خود گپ زده. خب ما مردم او کسایی که گپ پاره میزنه و شکمش پر است. باز خدا اگر یک وقت چوب به خدا میگه صدا نداره. در ادامه ویدیو رو ببینین، باز خودتان قضاوت کنین که کار اگر کسی که میفهمه او قدر او خودش قضاوت میکنه که آیا این کار چقدر کله کار داره، چقدر تجربه کار داره و چقدر ارزش داره. بدرود. در ادامه ویدیو رو ببینین. همونطور که میبینین اینجا ورق آورده شده با تخمه 0 رو من اینال تانکر سازی میکنم. از بیرون یک تانکر است، از داخل 2 تا تانکر است. یکیش برای آب مصرفی است، یک بغلش به مبدل استخر است. اینی هم دیگه مرکز گرمی است که آب از اینجا گرم میشه. اینی هم پمپای است که آب دایرکت در داخل ساختمان میچرخانه. این هم که کلکتورهایش آماده شده، شیرفلکای شانده شده، آماده است که لوله ها باید سوار شوه. همین تو میرین ببینید که لوله ها سوار شده، کارها مرحله مرحله داره پیش میره. دیگه ازم به حضور شما این آماده است که لوله ها علمکای شانده شد. بعد از این هم که آب مصرفی است، اما بایلر به اصطلاح ما و شما و اما سیستمی که آب گرم ساختمان هدایت میکنه، آب مصرفی حمام و تشناب نیاره. اینی هم که است عایق بندی است که دمای لوله ها بیرون نزنه، مصرف سوخت بالا نروه. کل لوله ها عایق شده. این لوله های مصرفی نیاز به عایق نداره، اینا رنگ میشه. این هم که مرحله ضد زنگ است که لوله ها را زنگ نزنه. این هم روی لوله ها متقال پیچ شده، یک پارچه سفید روی اینا باز ماستیک میخوره. اینا متقال کلن پیچیده شده. این متقال ها رویش باز یک ماستیک، این هم حالت گچی داره که ماستیک زده میشه، باز روی ازنام چی میشه؟ نقاشی میشه. این حالا آمدیم در مرحله نقاشی، در مرحله رنگ. این موتورخانه با وجودی که جایش خیلی کوچیک بود، ولی ما اینجا سعی کردیم که کل سیستم اینجا آماده کنیم و جای بدیم. فلش کارت ها خورده، نفر متوجه میشه که جهت آبی لوله کدوم طرف میره. این لوله ببینید بالا فلش کارت خورده. خلاصه از اینجا سیستمی آب مصرفی ساختمان از قبیل آب گرمی حمام، تشناب و آشپزخانه از اینجا گرم میشه. سیستمی هوای ساختمان که هوای ساختمان گرم شوه از اینجا گرم میشه. استخر آبش از اینجا گرم میشه. جکوزی آبش از اینجا گرم میشه، پمپاژ میشه. خلاصه این موتورخانه به 0 تا 100. این موتورخانه کم از حدود مال 12 سال پیش از ببینید که بچه و جوان بچه بودیم. مال از او وقت هست که مال 12 سال پیش تو تهران را کار کردیم که هنوز مرحله نقاشیش نشده، ولی در آخر سیستم عایقکاری و نقاشی از ایرم دوستا دیده میتونین. کسایی که
همچون آدم مسلکی و با تجربه کار دارین. ما در خدمتتان هستیم. بدرود. خدا نگهدار.